سلام دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم بهتون این گردنبند و گوشواره زیبا رو آموزش بدیم. بسیار ساده هست و خیلی زیباست. میتونین برای خودتون درست کنین و ازش استفاده کنین. احتیاج داریم به مروارید 4.58 نگین متری به اندازه تقریبا 6 سانت، نگین 7x15 کریستال 4 و 6 دسته گوشواره، سیم شماره 3 و یه سیمچین. برای شروع سیمتون رو باز کنین و مراقب باشین که گره نخوره سیمتون. مرواریدها رو داخلش میندازیم. از هر سایز مرواریدی داخلش بذارین. به اندازه تقریبا 15 سانت از بالای کارتون سیم رو خالی بذارین و بعد شروع کنیم به پیچیدن مرواریدها. مرواریدها رو دونه به دونه بپیچید به طوری که هر کدوم پایین تر از دونه قبلی باشه. بعضی جاهاشم حلقه خالی بذارید و مروارید نباشه همش. این حلقه های خالی برای اون مرواریدها نگین های 7x15 هست که بعدا میخوایم بچسبونیم. حالا سیممون رو قیچی میکنیم با سیمچین یا حالا با ناخنگیر اگه سیمچین ندارین. برای نگین متریمون سیم رو باید دور جاهای خالی نگین بپیچید. ببینین از ما بین نگین ها فضای خالی هست. از بین اونها سیم رو رد میکنیم و میپیچیم دور نگین. انتهاش رو میبریم، یک کوچولو از انتهاش اضافه بذارین که بتونیم بچسبونیم به کارمون. طرف دیگر رو ولی بیشتر اضافه بذارین چون که باید بپیچیم به سیم قبلیمون. اون سمتی که بلندتره رو میاریم بالا، پیچ میدیم به سیم گوشواره اصلی اون مرواریدهامون. سر دیگر رو چسب حرارتی استفاده میکنیم، چسب میزنیم و این سیمه رو فرو میکنیم داخل سوراخ اون مروارید اول که مشخص نباشه چسبمون و کارمون تمیزتر بشه. جاهای خالی هم که حلقه گذاشته بودیم نگین های 7x15 رو میچسبونیم و در نهایت یه دونه دیگه بالای کارمون از این نگین ها میچسبونیم. این آخری که چسبوندم به خاطر اینه که گره کارمون مشخص نشه. حالا سیممون رو پیچ میدیم و یه گره کوچولو اون پشت میزنیم. سیم رو میپیچیم در واقع و ادامهش رو قیچی میکنیم. یه حلقه مانندی تشکیل میشه که اونجا جای این دسته گوشواره هست. اون قسمتی هم که چسب زدم به خاطر این بود که این سیم ها گوش رو اذیت نکنه. حلقه رو متصل میکنیم، دسته رو متصل میکنیم و این میشه انتهای کارمون.
امیدوارم خوشتون اومده باشه و از پیجمون حمایت کنید.